نه خیر، به تریش غمان بر نخورده. این دفعه آقا مدیر اخراجم کرده. سر چیه آخه؟ سر اون دعوای دیشب؟ دعوا مخالفاتش، چون نمیخواد باور کنی که خواهرزاده‌اش دزده، کلا برداره. شهاب حواست هست چی داری میگی؟ بله حواسم هست. دیروز که باهاش دعوام شد موبایلش افتاد تو باغچه. خب من یه چیزایی توش دیدم مصطفی. اصلا سر داداش شما بر نمیدارم. من چیکار به داداش شما دارم؟ چیکار که نداری. رو موقعش که یری سورت بمیری. خوش خدمتی هم میکنی که قاپشو بدزدی. زهی خیال باطل. من اگر میخواستم جای خواهرمو بگیرم تا حالا گرفته بودم. من به پای بچه‌هاش نشستم نه شوهرش. خیلی خب کتفمو سوراخ کردی. حالا میخوای شوهر کن میخوای نکن به من چه؟ یه قدم مونده بود بگیرمش، یه قدم. این ماهی از دستم لیز خورد ولی کور خونده. اگه اون زرنگه من از اون زرنگ‌ترم. بس آقای قاسمی بس، خواهش میکنم. نزدیک جان خانم کیه آبرومون بره. خانم اونی که آبروش رفته منم. اونی که حرفش سکه یه پول شده منم. بابا شدم این چوپون دروغگو. خودت واسه خودت دردسر درست میکنی. واسه چی خودت نخود هر آش میکنی؟ دست بردار از این کارات. دست ور نمیدارم. من تا مچ این پسر نگیرم دست بردار نیستم. سلام علیکم آقای مدیر. سلام علیکم خانم. خیلی خوش آمدی. متشکرم. ببخشید تو رو خدا مزاحمتون شدم. خجالت نمیکشی؟ نه جای مادر اینجاست. 2 ساعت همینجا رو صندلی میشته برش مسافرخونه گرفتم شیک. جای مادر نه تو کیوسک نگهبانیه نه مسافرخونه، رو چشم. میگم چرا خد سوت و کور اینجا؟ خواستگار کو؟ هیچی دیگه، منتظر اجازه شما بودن تا تشریف فرما بشن. بابا اینقدر سر به سر بچه‌م نذار. انشالله شیرینی عروسی خودتو بخورم مادر. نه من نمیخورم. خیلی ممنون. من بهتر برم لباسم عوض میکنم. آره منصور جون حتما برو لباس پلو خوریاتو بپوش که بالاخره بزرگتر فامیلی دیگه، باید حتما باشی. من حتما این نکته که شما گفتی رو حتما. آقای برزگر، زینت خانم یه نوعروسه. به امید میخواد ازدواج کنه که یه تکیهگاهی داشته باشه. خوب فکراتونو کردین؟ میبخشید من فکرامو کردم که الان اینجا هستم. نظر شما چیه زینت خانم؟ موافقم. خب پس دیگه حرفی نیست، مبارکه. بفرمایید شیرینی. موافق حرف طیبه خانمم که فکر کنم. یعنی این همه سال داری فکر میکنی بس نیست؟ این همه سال به خودم فکر نکردم. از این به بعد میخوام فکر کنم. شوخی میکنی؟ اتفاقا. بس دیگه شهاب، چقدر فکر میکنی؟ حالم خیلی خراب فرزاد. پسرای ناکس بدجوری منو ضایع کرد. ضایع بودن خودتو گردن کسی ننداز. بابا منظورم اینه که تو تا حالا تو هیچ کلکلی نباختی، الانم نمیبازی. خیالت راحت. چه خیال راحتی؟ دور دست دخترش دیگه واسه من ترهم خورد نمیکنن. نبایدم بکنن. خواستی جلو دختر افه تیزوازی بیای خیت کاشتی. ها؟ بس کن دیگه فرزاد. بس کن. حرف حق تلخه. چای تو بخور. احمد آقا قندو بی زحمت میاری؟ میگم تو تونستی تا حالا موچشو بگیری یا نه؟ تونستی دیگه، بازم میتونی. ببین
دیگه نمیتونم. دستمو خونده. بفهم. منو کن. دیگه دوم به تله من نمیده. خیال تخت. تله؟ اصلا تله رو از رو تو اقتباس کردن. میدونی شب چیکار کنیم؟ من و تو عاشق بازیم. بیا یه بازی را میندازیم، میاریمش تو بازی، میافته تو تله. ها؟ چای تو بخور حالا. خواهش حالا بر من درست حرف بزن ببینم چی شد. هیچی دیگه، بعدش هیچی نگفت. یعنی چی هیچی نگفت؟ بالاخره خاله گفت آره نه تصمیمش چی بود؟ نه نگفت. مثلا اشتباه کردم موندم پیش فاطمه، خودم من میمدم پایین تحتوی ماجرا رو در می آوردم. نه میدونی همه چی داشت خوب پیش میرفت. بعد یهو عمه پروین اومد، بعدش دیگه هیچکس هیچی نگفت. مگه میشه هیچی نگه؟ بالاخره یکی میگه یکی میشنوه. ظرفای پایین رو که نیاوردین بالا. نه خاله خیرت راحت همه رو گذاشتم تو کابینت. بالاخره چی شد عروس خانم؟ عروسی در کار نیست. نیست؟ چرا؟ به دلم نشست. قربون دلت برم نارنجی خانوم. فدات بشم فلفل خانوم. آدم خوبی بود که خاله. آدم خوبیه، محترم، با شخصیت، اما دلم رضا نیست. میفهمم. منم میفهمم. همه زن‌ها میفهمن. مرد زندگی اونیه که وقتی بهش نگاه میکنی همه قصه هات مثل برف آب بشه. تمام این سالها شما دوتا وروجک عشق من بودین. اگه قراره که ازدواج کنم ترجیح میدم با کسی ازدواج کنم که دوستش داشته باشم. خب پس برای چی اصلا گفتین آقای برزگر بیاد؟ ترسیده بودم. ترسیدی؟ از چی؟ از پیری، کوری، تنهایی. ولی تا خواستگاری تموم شد ترسم ریخت. با خودم خلوت کردم. دیدم نمیتونم با کسی که دوست ندارم ازدواج کنم. الهی قربونت برم خیلی چون این زنی با خانم بفرمایید. اینم خورشت قرمه سبزی که داداشم خیلی دوست داره. دست در نکنه این مامان چیکار کرده. منم یه دونه بردارم. به نگاه کن. چشم. نوش جونتون. کاش بعضیام سر سفره بودن میدیدن غذا یعنی چی. پروین خانم. داداش این چند سالی که من نبودم خیلی لاغر شدی. حالا انشالله هر وقت آشپزخونه افتاد دست من هر روز واسه یه غذا درست میکنم رنگ و با رنگ. بفرمایید. سبزی و لوبیا هم داره فقط گوشت نیست. گوشت دوست دارم حمید جون. ببین برای خودت میگم نقرس میگیری. خودم ربطی داره. دایی آسایشگاه چی شد بالاخره اساس کشی کردین نکردین؟ داریم کم کم جمع جور میکنیم. شما هم اگه گاهی بیای کمک بد نیست. من؟ بعد خود شما؟ من که برای کار کردن ابایی ندارم، اصلا مشکلی ندارم. وقتی حرف کاره تنبل در فراره. نه خیرم، من مشکلم اینه که تو آلمان باشگاه میرفتم، یه باشگاه ورزشی میرفتم. خیلی باشگاه خوبی هم بود. یه بار اومدم یه هالترا رو بلند کنم، خیلی سنگین. الان دیگه حال نداری؟ نه کلا این هالترا رو بلند کردم، خیلی سنگین بود. بعد باعث شد که مهره 4 و 5 کمرم مشکل بده که الان چیز سنگین نمیتونم جابجا کنم. دقیقاً کجا؟ اینا دیگه 4 و 5. این 5 و 6 نه ما 4 و 5 مون اینجا. خالی بستیم. نه ما مادرزادی نه مامانم میدونه ما 4 و 5 مون همه اینجاست. آره. بفهم شما غذاتو بخور. چه بوی غذایی پیش تو این ساختمون. دستپخت عمه پروینه دیگه. عروس خانم تشریف آوردن؟ چلو عروسی تو اگه اجازه بدی خودم میپزم. شوخی میکنی؟ اتفاقا مجلس گردونت هم میشم. مجلسی در کار نیست. خاله تصمیمشو گرفته، جوابش منفیه. پس ما همه سر کار بودیم؟ شما چرا پکر شدین پروین خانم؟ خواستگار باید پکر بشه. پکر نشدم، حیرون شدم. مرده بیچاره چه عیبی داشت؟ کور بود، کشل بود، قراضه بود. فقط دیابت داشت. دیابت هم مریض خیلی خطرناکه. مورد پسند من نبودن.
آقای یحیی بی زحمت به آقای برزگر بگین از قول من عذرخواهی کنین، بگین ما به درد هم نمیخوریم. زینت جون اینا همه بهانه است. تو شوهر بکن نیستی. مگه من جای شما رو تنگ کردم؟ نه خیر، تنگ نکردین، اشغال کردین. بس کن پروین. داداش تو هم نمیذاری آدم دو کلمه حرف بزنه؟ تعارف که نداریم، یه عمر سربار شما بوده. سربار بودنم یا نبودنم چه ربطی به ازدواجم داره؟ ربط داره، خیلی هم ربط داره. بهتره شما زیاد جوش نخوری، برای قلبت بده. من همین الان اینجا رو ترک میکنم. ببخشید که یک عمر سربارتون بودم. زینت خانم شما سربار نیستین، سربری. همین حرفا رو زدی پرروش کرده دیگه. بچه‌ها شما برین دنبالش. خاله جان. پروین تو چته؟ به چه حقی با این زن اینجوری حرف میزنی؟ تو نبودی ندیدی این زن جوونیشو آرزوهاشو دفن کرده، بچهای منو بزرگ کرده. این حقشه اینجوری باش حرف زده بشه؟ ها؟ دستمزدش اینه؟ پروین آهش میگیرته تا مراقب باش. استاد مظلوم نمایی خانوم. ای خدا خدا. منم باید برم. بسم غذا بخور. کجا به اجازه شروع شده؟ بخور. من برم. پیاز آقا مثلا بو میگه. کجا آقا؟ سلام، خوبی؟ خسته نباشی. ببخشید من این لحظه برم تو کار دارم، هنوز زود برم. الان وقت ملاقات نیست، فردا تشریف بیارید. بفرمایید. ملاقات کار ندارم، من با شهاب کار دارم، الان برمیگردم زود. شهاب کی آقا؟ بفرمایید. شهاب یه پسری همسن و سالای من، هم قدای من، موهاشو فرق کج میکنه، چشای درشتی داره، تو رخشور خونه کار میکنه. بفرما آقا، ما فردی هستن با این مشخصات نداریم. بفرما. آقا فرزادو که میشناسی؟ فرزاد کیه؟ فرزاد یه پسری همسن و سالای من، هم قدای من، موهاشو فرق کج میکنه، چشای درشتی داره، تو رخشور خونه کار میکنه. آها خب من اومدم فرزادو ببینم. دمت گرم. آقا پس شهاب کیه؟ آقا شهابو ول کن، اصلا با شهاب کاری ندارم. فرزاد کار دارم، میخوام فرزادو ببینم. برای من مسئولیت داره. چیکار کنم؟ تشریف بیار با من. یکی همراه. بفرما. شهاب یه لحظه میای؟ سلام علیکم. خوش اومدین. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. خسته نباشید. سلام. شما بردم با هم. خیلی زحمت کشیدین. ممنون. زحمت کشیدن. کارمون تموم شد، میایم بیرون. الو ماما گوشی؟ خب مصطفی جان من رفتم دیگه. الو شهاب. ببین مصطفی به پر پای من اصلا نپیچ که حال و حوصله ندارم ها. کله خرابی دیگه. من دارم بهت میگم 2 دقیقه صبر کن، من برم با آقای مدیر صحبت کنم. اومدم میبینم تو کولتو گذاشتی رو دوشت، برو که رفتیم. مثل اسفند رو آتیش اصلا اینجا بند نمیشی شهاب. اخراجم کرده. برم بگم چی؟ هوچیگری کردی، کتک کاری کردی، بعد رفتی زیرا به بچه خواهرشو زدی. توقع داری ازت تشکر کنه؟ ممنونم ازت. شهاب قبول کن تو یه جایی حرف نصف نیمه به گوشت خورده، واسه خودت بریدی دوختی، بعد رفتی صاف گذاشتی کف دست خانم دادرس. من همینم که هستم. میخوان بخوان، نمیخوانم نخوان. تموم شد و رفت. وایسا، منم نیومدم اینجا برت گردونم ها. من فقط چون یکم باهات احساس رفاقت میکنم، باهات حال میکنم، من مرامت خوشم اومدم اینجا. حواسم هم هست چجوری هوای بچه‌ها رو داری. همون شب که رفتیم جیگرکی یادته؟ به محض اینکه گوشی تو دادی به نوید، من به خانم دادرس گفتم خانم دادرس این پسر خیلی بچه باحالی اما بیخیالی دیگه. شهاب بابا من دوست دارم، دلم نمیخواد سر این کله شقیات و لجبازیات بیفتی زندون اونجا بیام ملاقاتت. همین، اما گفتن بود، خودت میدونی. مصطفی. بله. حالا اومدیم و ما برگشتیم. خب این آقا رئیس شما که تا الان گزارش من رد کرده.
من بهت میگم عجولی زود قضاوت میکنی همینه دیگه. دادرس رئیس نیست، پدر شهاب. قبول دارم بهت تشر میزنه، اما همون جوری که بقیه بچه‌ها رو دوست داره تو رو هم دوست داره. بابا نگرانته. منصور چی؟ این به پر و پام بپیچه باش درگیر میشم ها. منصور اصلا فکر و ذکرت کلا شده منصور. آقا تو به من یه چیزی بگو ببینم، تو نگران اون آسایشگاه و بچه‌های اونجا یا منصور؟ هر دوتاش. عاشق همین کله شقیت هم میگیره. یه شوخی از حد نگذارونی، قرارش جدی باشیم. تو هم جدی باش. بخور. آقا جون، خاله زینت داره میره. کجا؟ پس من شما دوتا رو فرستادم برای چی؟ حریفش نشدیم، ساک و بسلش جمع کرد داره میره. خاله زینت خواهش بچه‌ها دستتون رو خب باشه صحبت اصلا ازش چرا هم الان گذشته قربونت برم اجازه بده فدات بشم. داشتیم؟ از اولش هم من رفتنی بودم آقا یحیی. دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت. قرارمون این بود که بچه‌ها بزرگ بشن، به سر و سامون برسن که خدا رو شکر الحمدلله که به سر و سامون رسیدن. من امشب خودم میرم، یه 2-3 روز دیگه اسباب اساسی هم بود. زینت خانم، میدونم که حرفای پروین ناراحتت کرده، ولی شما تو حرفای پروین خانم تند و تیز هست، اما تهش یه حق و حقیقتی داره که بهم تلنگر میزنه، منو به خودم وامی داره. من باید به فکر آینده باشم. نگرانمون نکن زینت خانم. الان این وقت شب کجا؟ میرم خونه دوستم مریم، مامان لاله شاگردم. بعدا یه فکر اساسی میکنیم. نمیشه. من نمیتونم اجازه بدم برین. اجازه من دست شما، اما مصلحت من رفتنه. جدایی همیشه دلگیر هست، اما همیشه بد نیست. آقا جون مامان تو برو شما. اومدم سلام علیکم. به به شام داریم آقا؟ آره داریم. مرد خسته دل نازک. بیا تو یخ بکن. الو مصطفی بگو. سلام آقا. زنگ زدم قطع شد. نمیدونم، میخواستم بگم من مأموریتتون رو انجام دادم و شهاب برگرد. کار خوبی کردی، مراقبش باش. آقا چرا صداتون ناراحته؟ چیزی شده؟ نه چیزی نیست. خداحافظ. چشم خداحافظ. آقا بریم دیگه آقا. من از صبح تا الان منتظر شام بخورم، مردم از گشنگی. یواش برین غذا تو دلتون هم نخوره. بده گشنه. مسواک یادت نره. بجو مسواک. برم همین دور خوبی؟ بله نبودی؟ همین دور بره بودم. اما شب زیپ کاپشن بله درست کنی؟ تو هم که فقط زیپ خراب کنی. من بگو اون 20 باری که من بهت گفتم اون نوشتی یا نه؟ شما بچه به من گفتی 3 بار بنویسم. گفتم 20 بار. کی گفتم 3 بار؟ همون که همون شما پیش میدن. خیلی خوب. وایسا حالا دعوا نده دستش کن دیگه. تو خود جدول ضرب حفظ کردی یا نه؟ بله آقا. میپرسم بپرسین آقا، ولی معلممون گفته که بعد غذا نیم ساعت به خودتون استراحت بدین. الان شما میخواین بپرسیم ما باید مغزمون باشه دیگه. خیلی خوب. ولی نفس بگیر. الان من بپرسم مغزت رو دل میکنه؟ حسین جان با آقا زمان سفارشی برس. من وکالتم. تشریف ما بردن. درم ببر.
شاکر آقا مجدی. سلام. و نازل دوره قهر الممالک تا میگم بالای چشت ابروی فلنگ میبندی و میری و جلو پلاس جمع میکنی نمیگی من دستانم اینجا 1000 تا کار دارم. من قهر نکردم آقای دادرس. دادرس چی؟ چیز آقای دادرس من فرسته بود دنبال یه کاری حالا بین خودمون نظر. ماشاءالله هنوز 2 روز نیومدی آسایشگاه سر سردار شدی برای بشین مادر زن دوستت داره. ای بابا باز که موکت سبزی داریم که. یعنی چی؟ هرچی گذاشتن جلوت میخوری میگی الهی شکر. بله اون که خدا رو شکر. منظورم اینه که یه مقدار تنوع هم لازمه ها. شما چند وقت اینجایی؟ قرمه خوردی یا نخوردی؟ قیمه خوردی یا نخوردی؟ بله. عدس پلو، کلم پلو، رشته پلو، آش، کوفته، حلیم بادمجان، میرزا قاسمی خوردی یا نخوردی؟ بله خوردی. بعد دیگه نگو تنوع نداریم. وگرنه خودت میکنم قیمه و قرمه ها فهمیدن من دیوانه ام. آقا اون که بله. چی بله؟ نه منظورم اینه که من یه مدتیه حوس لازانیا و بیف استروگانوف و سالاد سزار و اینجور چیزا کردم. اینایی که میگه همش سالاده؟ نه ببین ولش کن آقا جان. ما سالاد 2 داریم. سالاد کاهو، سالاد شیرازی، سالاد کلم. آمد 3 تا شد. 3 تا بود. 3 تا. حالا گفتم 3 تا دیگه گفتم. بشین دیگه بخور. حرف نزن زیاد. آقا نخورین یه دفعه نخورین دیگه چرا هونین. من پیشنهاد بدم. بفرمایید. من میگم بریم بیرون استیک بخوریم مهمون من هستم. من نیستم آقا. چرا؟ شما میخواید برید. من بدون این بچه‌ها غذا از گلوم پایین برو نیست. آخه حساسه دیگه. خیلی حساسه میشه. آقا یه پیشنهاد دیگه میدم. بفرمایید. میگم فردا با بچه‌ها همگی میریم استیک میخوریم بازم مهمونه کی؟ تو. من هستم. دیگه نه یا دیگه مجدی دیگه. نه آقا. نظر آقای دادرس مهمه. والسلام. ای بابا. پیچیدش میکنی آقا مجدی. پیچیدش میکنی دیگه. آره؟ بیا با شما زهرانی برشتش سیر نمیکنه شما رو بخور. کجا داداش؟ کجا باید برم؟ دارم میرم سر کار دیگه. خب دیشب که شام نخوردی اقلا بیا صبحونه بخور. میل ندارم. ریحان برا. اومدین سلام طاهر خانم. سلام صبح بخیر. ریحانه جان بفرم صبحونه بخوری. نه ما بالا صبحونه‌مون رو خوردیم ممنون. پس برم یه چند لقمه بگیرم برای تو ماشین. تشریف داشتین طاهر خانم؟ خیلی ممنون. مزاحمتون شدم. اونجا هم که هست مال شما. خواهش میکنم. همه وسایل جمع کردی با بله آقا جان گوشتم پشت ماشین. خیلی پس برید من میام دیگه. شما که دیگه چیزی جا نذاشتین همه چی همونا بود. فقط دیشب قاب عینکمو دادم به زینت خانم. صبح رفتم بگیرم نبود. دیشب یه کار واجب براشون پیش اومد رفتن خونه دوستشون. به هر حال هواشو داشته باشین. این روزا خیلی تو حول و بلاست. بله چشم. نگرانه. حالا قاب عینکتون رو میدم آقا عظمت بهتون بده. قربون دست. میگم با ریحانه صحبت کردی؟ بله حرف زدم. چی گفت؟ جواب آخرش همون جواب اولش. نمیخواد. جواب اولشو که زینت داده بود. خودش چی گفت؟ پروین زینت جای مادرشه. بعدم ریحانه خودش عاقل و بالغه. فکر کرده جواب داده. شما هم خواهش میکنم دیگه این مطلب رو تمومش کن. منصورم اگر حرفی داشت بیاد پیش خودم قانعش میکنم. نرم بر من درست کردی دیگه. دست درد نکنه. خداحافظ. خداحافظ. شب خسته نباشی. دست بقیه هم چسب میزنی. آره. آقا یه زنگ بزن بگی بقیه کارتوششو بده مثلا. چه 100 دفعه زنگ زدم از صبح. حالا یه بار دیگه هم بزن. به سلام علیکم. خوش اومدی مادر. فدای تو بشم چش و چالت باشه رو لپات کنین اصلا چاق و چله شدی. باشه مشغول شدی نه؟ بله مشغول شدیم. خیلی زحمت دادیم. جانم. من جان.
یه ذره سرت خلوت شد بیا دفتر کارت دارم. خیر آقا. خیر. چشم. ریحان بیا بابا. سلام. شروع کردین؟ بله آقا. سلامت سلام. بیا بریم یه چای بدم بخوری. بیا چای می‌خوری؟ کجا؟ بریم تو دیگه. باشه بذارین نشستیم. آخرشه. بس دیگه. این همه باید بمونه چسبه. چیزی نشد؟ نه. آقا جون بله. این هم لیست اسامی که بعد بفرستی اداره. دست درد نکنه. ریحانه بله. این کلیدو بگیر بده به مصطفی. اون انباری رو باید کارتون کنن وسایلش رو ترتمیزش کنن. چشم. بفرمایید. ببخشید آقا. سلام. آقا من تصمیم گرفتم که دیگه از اینجا نرم. تا اونجا که من یادمه دیروز شما رو اخراج کردم. بله خب دیروز بود، امروزه. گفتم شاید نظرتون عوض شده باشه. چرا باید عوض شده باشه؟ آخه من دیروز احمق بودم و گستاخ، ولی امروز دیگه نیستم. البته سعی میکنم که دیگه نباشم. شما خودتون عصبانی بود آقا دیروز. بله شما دیروز خودتون عصبانی بودین، ولی الان که عصبانی نیستین. در ضمن آقا آدم که تو عصبانیت تصمیم نمیگیره. داری نصیحت هم میکنی؟ من؟ آقا من غلط بکنم نصیحت کنم همینجوری. ریحانه بله. اون کلیدو بده به ایشون. چشم. شما این کلیدو میگیری میری انبار، تمام خرت و پرتا رو کارتون میکنی مرتب، بعدم زمینش رو جارو میزنی، ته میکشی تر و تمیز، کلیدو تحویل آقا مصطفی میدی. چشم. دست شما هم درد نکنه. باید. در ضمن بعد از این سر تو کار خودت باشه. بدون اجازه من تو هیچ کاری دخالت نمیکنی. با هیچ کس هم دهن به دهن نمیدی. بفرمایید. در ضمن ببخشید میخواستم اگه اجازه بدین بچه‌ها رو شام ببرم بیرون. منظورم بچه‌های آسایشگاه مهمون خودم. نگران بچه‌هام نباشین. مصطفی و آقا عظمت هم با ما هستند. گفتم اگه اجازه بدین خانم دادرس هم با ما تشریف بیارن. لازم نکرده. خب خودتون هم با ما بیاین هستن. چه اشکالی داره؟ گفتم نه. آقا خواهش میکنم اجازه بدین. من دوست دارم قبل از عصام کشی این بچه‌ها یه خوشی بگذرونن، یه تفریحی بکنن. خواهش میکنم. مسئله؟ برو. دست شما درد نکنه. آقا جون اگه با من کاری نداری منم برم. نه دخترم برو. من کم کم دیگه باید خودم بازنشست کنم آقا مصطفی. اینجوری بسپارم دست تو. واقعا دستت درد نکنه. آقا این حرفا چی؟ ایشالا 100 سال سایه‌تون بالا سر ما باشه. اوه چه خبره اینجا؟ خودم باعثشم دیگه. بریم اینجا. آقای قاسمی کار خوبی کردیم برگشتیم. ببخشید از اینکه حرفتون رو باور نکردم. دیگه مهم نیست. اتفاقا خیلی هم مهمه.
دیشب که منصور اومد خونه خیلی اتفاقی یه سری برگه دستش ریخت رو زمین. اون برگه ها یه برگه آزمایشگاه بود، همون آزمایشگاهی که با هم رفتیم. خب یعنی اینکه منصور اونجا بوده. باز خدا رو شکر اون برگه آزمایش ها رو دیدید که باور کنید، وگرنه حرف ما ارزش برگه آزمایش هم ارزش نداشت. گفتم که ببخشید. دیگه مهم نیست خانم، همه چی تموم شد. نه اتفاقا بر من تازه شروع شد. پس چرا به پدرتون چیزی نمیگین؟ مثل اینکه شما یادتون رفته منصور پسرعمه منه، ما با هم فامیلیم. اگه من اشتباهی کنم واسه خانواده من گرون تموم میشه. بله، شاید اصلا نامزدیتون با آقا منصور با هم بخورن. ما با هم نامزد نیستیم. ایشون از من خواستگاری کرده، منم جواب رد بهشون دادم. به هر حال من دیگه خودم قاطی این مسائل نمی‌کنم. مگه شما نگفتین یه رابطه مشکوک بین این دو نفره؟ مگه نگفتین قضیه ربط به آسایشگاه داره؟ اگه 2 روز دیگه یه اتفاقی بیفته شما میتونین خودتون رو ببخشین؟ جالبه. از من پدرتون از من تعهد میگیره که کاری به کار کسی نداشته باشم. از یه ور دیگه شما که دخترشون باشید از من میخواد که آرتیست بازی در بیارم. نمیدونم والا. نه اینکه شما هم از آرتیست بازی بدت میاد. شما ضمانت بدید که پدرتون منو اخراج نکنه. اون وقت من میشم جیمز باند. شما بیگدار به آب نزن. ضمانت نمیخواد آقای جیمز باند. خسته نباش. همین تو برو زنگو بزن تا منم. آقا ولی تو میرینا. بفهم. ببین حالا حتما باید اینو میگرفتیم. مگه نمیدونم که نمیشه بریم خونه من. خواستگاری گل میگرفتیم بهتر نبود. بابا زنگو بزن. نه کدومه؟ 2. بله. سلام. ببخشید منزل آقای نه خانوم فامیلشون چی؟ بگم کی؟ من یه چیزی بگو. ببخشید زینت خانم هستن؟ من جوشی. بیا دختر. من داماد شوهر خواهر مرحومشونم. نه من داماد مرحوم شوهر خواهرشونم. نه من داماد شوهرشون من کلا دامادم. من که نمیفهمم چی میگین آقا. ببخشید بفرمایید حمید خودشون میدونن. بفرمایید. خیلی ممنون. فقط شانس بریم آیکیو بچه‌مون بتونه. بفرمایید. خانم ما مقدم ترن. عروسکان کجا بود خاله؟ بیا بریم چای بخور. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. دست درد نکنه. خواهش. مامان جون. نه مامان جون من نمیخورم، دست درد نکنه. بفرمایید. خب هیچی دیگه، صبح زود از خونه زد بیرون. دنبال یه جایی میگرده واسه اجاره. پس هنوز آتیشیه؟ خودش آتیشی نیست، دلش آتیش گرفته. دیشب تا صبح بیدار بود، گله گله اشک میریخت تفلک. چه جورم نمیدونین تا کی گریه میکرد که. حقم داره. خب بعد این همه سال مادر این موضوع دستش نیست دیگه. زینت از جوونیش گذاشت به خاطر شماها. فقط من میدونم زینت چی بود و چی شد. سرزنده ترین دختر مدرسه هم بود. من و زینت و فریده همیشه با هم بودیم. همه به اون میگفتن 3 تفنگ دار. از همون اول دبیرستانم کلی خواستگار داشت. پا به جفترینشون یکی بود به اسم فرهاد. داداش همین فریده. آدم حسابی بود، تحصیل کرده، استاد دانشگاه. اما راستش از شما چه پنهون، زینت هم خیلی دوستش داشت. هیچی دیگه، پا رو دلش گذاشت و گفت نه. جفتشون تباه شدن. هم اون خیری ندید، هم زینت بیچاره. اون چی شد؟ کی؟ همین آقا فرهاد دیگه. سالها منتظر موند، بعدش هم به اصرار خانواده‌اش وقتی دیگه کاملا از زینت ناامید شده بود با یکی دیگه ازدواج کرد. البته خب با هم نساختن، جدا شدن اصلا. خب حالا ما چیکار کنیم؟ اگه نظر منو میخواین من میگم تشریف ببرین خونتون. البته اینجا منزل خودتونه، سوء تفاهم پیش نیاد. نه خب اگه اجازه بدیم من میشینم تا خالم بیاد. نشیدی میگه چی گفتن؟ باشه اشکالی نداره، هر طور میلتونه، ولی
به نظر من الان صحبت کردن با زینت اصلا درست نیست، چون من فکر می‌کنم لازمه یه خورده تنها باشه. خیلی رنجیده، خیلی ناراحته. نه خب آخه اینجوری که نمیشه، ما نگرانشیم. بچه که نیست، اگه برگشتنی باشه برمیگرده. نیاز به ناز کشیدن و منت کشی و اینا نداره که. پس ما دیگه مزاحم نشیم دیگه. لاله جون. بله. میشه رضوانو ببری عروسکاتو بهش نشون بدی؟ بله. رضوان جان خاله یه بریم عروسکا رو بهتون نشون بدن. ببخشی مریم خانم، من یه سوال داشتم. بفرمایید. نه هیچ. خب دیگه ما اگه میشه زحمت رو کم بکنیم. بچه‌م کوچیکه، میترسم یا بهانه منو بگیره. بله آقای رئیس، جای بزرگ و مرتبیه. بچه هم رفتن دیگه ترتمیز کردن و روبراش کردن. بله ما که داریم جمع جور میکنیم آماده شیم. حتما. بفرمایید. بله بله. همین چند روز آینده دیگه ما شالا اسب کشی میکنیم دیگه. شما بلگم دیوانه من. خدا حافظ شما. چیه مجدی؟ آقا عرض بود که چای آوردن خدمتتون، بذار رو میز. بفرمایید آقا. تجمع نکن عزیزم. بفرمایید دیگه تجمع. جون مجدی نگو. آقا شهاب میخواد که آقا شهاب میخواد تی بزنه، من تی بهش میدم. بفرمایید آقا تجمع نکنید. آقا شهاب میخواد بچه‌ها رو ببره رستوران شام. خب من میدونم. بفرمایید اصلا همه میدونن. چیز عجیبی نیست که. آقا من مخالفم. ببخشید معذرت میخوام. غذای ما چشه؟ ببخشید معذرت میخوام. آقا چرا رستوران؟ بازم ببخشید معذرت میخوام. آقا غذای ما بده. خب نه آقا مجدی، تو خیلی هم کار درسته، غذات هم خیلی خوبه، همه هم الحمدلله راضی‌ان. حالا امشب یه فرصتی میشه که یه خورده قبول منقل آشپزخونه تو جمع و جور کنی و آماده بشی برای اساس کشی. دقیقاً اصلا ما واسه همین گفتیم تو کمتر زحمت بکشی بریم شب شام بیرون. بفرمایید. حرف نزن. با اجازه آقا. بفرمایید. تو کجا؟ بله آقا. واسه کار دارم. شما هم بعد از اینکه ما اسباب کشیمون تموم شد، بله، مستقر شدیم، بله، جاگیر و پاگیر شدیم، بله، بساطتو جمع میکنی و میری شهرستان. بله. بله آقا. آقا اخراج چرا آقا؟ آقا ما اصلا غلط کردیم، بیجا کردیم، اصلا خبط کردیم. بابا به هر حال هر آدمی جایز خطاست آقا. به جان خودم به هر ما این همه سال اینجا کار کردم، بدبختی کشیدم، این همه لطف کردم، یه بار از من خطایی دیدین؟ حالا یه بار اصلا شام من خودم یه دقیقه زبون به دهن بگی ببین چی میگم. میری شهرستان، جشن عروسی تو برگزار میکنی، دست زنتو میگیری برمیداری میای آسایشگاه جدید. اونجا بزرگ جا هم هست، یه اتاق بهت میدم، دوتاییتون زندگیتون رو شروع. وای آقا قربونتون برم، فدای شما بشم. اصلا الان یه جوری مثل ذوق مرگ ها شدم اصلا. چای رو کجا میبری؟ این کنده میبینم یه تازه دم براتون بیارم. فدای شما بشم من. میگم حالا پول کجا بیارم عروسی کنم آقا؟ وقتی یه حرفی میزنم حتما فکر همه جاشو کردم دیگه. آقا شما که پول نداشتید شوفاژخونه درست کنید. برای این کار قرض کردم. من قربون شما برم، تازه دم میارم. نیما خان بفرمایید. گفتم که خلوت شما راحت بشید. خواهش می‌کنم از این بفرمایید. بفرمایید آقا. سلام خانم. سلام. آقای شیرزاد؟ نیما خان برادرزاده آقای شیرزاد هستن و وکیل کامل اختیارشون که قرار شده در نبودشون ایشون کارشون انجام بدن. خیلی خوشبختم. خواهش میکنم بفرمایید. قلنوان هم که آماده است. چک ما آماده است. ببخشید مبلغ چکتون چقدره؟ 10 میلیارد 20 تاش هم میمونه برای محضر. آقا نادر عرض کردم زیر قیمت ولی نه دیگه انقدر. در عوض خانم پولشون نقده. بی زحمت کارت ملی و وکالتون به من بدید. چشم.
فقط ملک تخلیه است دیگه. آره تخلیه است، یادتون راحت. یکی دو روز دیگه تخلیه میشه. نه دیگه قرارمون تخلیه بود. من کلیدو میگیرم بعد چکو میدم. دارن اساس کشی میکنن. میتونی تشریف ببرین خودتون ببینین. جسارت نشه خانم. من بهتون اعتماد دارم ولی نمیخوام طرف حسابم مستاجر باشه. ای آقا کدوم مستاجر؟ عرض کردم دارن تخلیه میکنن. کار که از محکم کاری نمیکنه. یکی دو روز هم صبر کنین. وقتی یک تخلیه شد اون موقع میام پای قولنامه‌مون. خیلی سخت نگیر نیما خان. نیما خان. بله. این ملک با این شرایط من همین الان 10 تا مشتری پاش دارم. خانم من عجله داره وگرنه با این قیمتا نیستا. اگر دست کنی دستتون میره ها. هر چی قسمت باشه. من اون چیزی که به من گفتم من انجام میدم. خدا نگهدار. نیما خان. آقا این دیگه کی؟ عجب وزه‌ایه. برو نادر برو یه کاری کن. بذار برش گردونم. بس ببینم چی شد؟ هیچی بزنم تو برش گردونه برم. رفت که امضا نکرد؟ ای بابا گیری کردیم ما این وسطا. نادر خودش بلده چیکار کنه. تو به جای اینکه هرس می‌خوری برو آماده شو برای محضر. بابا یارو رفته تو میگی بریم محضر به این زودی؟ برای ملک نه برای عقد. یادت رفته؟ ول کن جون مادرت نیلوفر. من هنوز به مامانم هیچی نگفتم تو میگی بریم محضر تو مخ من. پس به جای اینکه یه لنگ پایین جا وایسادی پشت برو به مامان جونت بگو. ببین منصور اگه رأس ساعت مقرر نیای محضر من میدونم. چی شد؟ هیچ موقع چیه پادره؟ یعنی چی؟ یعنی دوباره روز از نو روزی از نو؟ ما که این همه صبر کردیم 2 روز دیگه هم روش به جهنم. ای بابا نخور مامان جون نخور کم. هر کسی زن درست میکنه من بیا بخورم میگه کم. قربونت برم من. بفرمایید. برو بابا جون صدا کن بهش بگو شام قیمه داریم. خب این بابا بازم این بچه هم داشت ناخونک میزد. نکن حمید نکن نخور یا هنوز که نخوردم که. ببین از خونه مریم خانم پا شدیم بریم بیرون. میخواستی یه چیزی بپرسی حرفتو خوردی. نه چیز مهمی نبود. چرا چیز مهمی بود؟ نه نبود. بودا؟ نبود دیگه. راستش میخواستم بپرسم این آقا فرهاد الان کجاست؟ چی کار میکنه؟ الو بچه نشی و فکرشم از سرت بیرون کن. چیو؟ همین که میخوای این دوتا رو با هم روبرو کنی. از کجا فهمیدی؟ خب 10 ساله دارم باهات زندگی میکنم. تو بگی من رفتم کجا کجا برم بهتر از اینجا. همینجا میمونم. یعنی واقعا شدنیه بعد این همه سال؟ نه بابا زده به سره. اینا جوون بودن عاشق هم بودن الان اصلا هم دیگر ببینن نمیشناسن. نه خیرم قدرتش خیلی بالاتر از این حرف هست. منظور؟ فردا زنگ میزنم به مریم خانم تطویق قضیه رو در میاره. رنا این حرفو گفتنش قشنگه شر میشه ها. بابا برای چی باید شر شه؟ تو حالا کی دیدی خانم بره خواستگاری آقا؟ خواستگاری نمیریم که روبروشون میکنیم. نکنی این کارو. این حرفو گفتنش قشنگه شر میشه. چرا باید شر بشه؟ نکن. آخه کی تا حالا دیدی یه خانم بره خواستگاری آقا؟ خواستگاری نمیریم که روبروشون میکنیم. همون. من با خانم مارپل ازدواج کرده بودم و کمتر ماجرا داشتم. سو نکن میگم نکن نخور کمه. بابا مادرم هم همیشه همینو گفت یکم بیشتر سرخ کنی. بفهم شروع کنی غذا در نیفته. بچه شروع کنی. شک کنی.
خدایا لطف و محبتت از ما نگیر. بفهم نوشه جون. بچه شما چون نمیخورید؟ آقا ماشی باید الان میام. من همیشه با دوستان میام اینجا غذا میخورم. غذاش حرف نداره. حالا امیدوارم شما خوشتون بیاد. نوش جانت. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی ان شاءالله روزی باشه دست نامزدت بگیری بیاری اینجا. ان شاءالله روزی باشه شام عروسیتو بیای بخوری. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. من پدرم خیلی نجار بود، خیلی خوب بودا، ولی تنها کسی که تو فامیل و آشنا و در همسایه در تختر خوب به هم میچستمون ننم بود. حالا میگم ننه یه در داریم یه تختم براش جور کن دیگه. راست میگه دیگه مادر، یه لقمه براش بگیریم بره. شما صحبت نکن، لقمه خودتو بگیر. هزار ماشاءالله آقا شهاب همه چی تمومه. دور و برش هم دختر خوب هست. کافیه فقط سرشو برگرد. ما سرتو برگردون. شما بهتره به فکر خودتون باشید. انشالله یه ما دیگه عروسی عظمته. همتون دعوت. به افتخار عروسی آقا عظمت. خدا من برای شامتو میپذم. دست شما درد نکنه. سلامت. من اصلا میگم شهابم بیاریم وایس ساقدوش، خب اینجوری کلاس مجلست هم میره بالاتر، خب شاید وقت خودش هم باز شه. ماشین رو برمی‌داریم گل میزنیم حسابی نشه ماشین عروس خوشگل. سلامت و اکسیلات میکنم. خدا من برات میخونم. میگه حالا برو حالا بیا ای جان از امار قول دیلم بار این عروس مار پیش گفتم بار ما بابا این عروس بردنه برسل چی هندنی بسر دیاره نغاله دواد چی من دیاره صاحب ان نغاله دوادم ملب نغاله خیالتن تناره ای جان از امار ای جان از امار پیش گفتم بار